سلام دوستان عزیز، امید است که جور و صحتمند باشین. موضوع امروزی ما درباره زندگی سردار محمد داود خان می باشد. سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور و بنیانگذار نظام ریاست جمهوری در افغانستان. نخستین رئیس جمهور افغانستان با یک کودتای نظامی در 26 سرطان 1352 خورشیدی به قدرت رسید و کودتای پیروزمند خود را انقلاب نامید. داود خان با سرنگون کردن محمد ظاهر شاه پسر کاکای خود نظام سلطنتی را در افغانستان پایان داد و در نخستین پیام رادیویی خود پس از پیروزی در کودتا روی کار آمدن نظام جمهوری را اعلام کرد. اما داود خان کی بود؟ سردار محمد داود خان پسر سردار محمد عزیز خان فرزند محمد یوسف خان پسر سردار یحیی خان فرزند سلطان محمد خان طلایی و اولاد سردار پاینده محمد خان محمدزایی می باشد. وی در سال 1288 شمسی در شهر کابل پا به عرصه وجود گذاشت. مطابق 1915 میلادی تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه حبیبیت، تحصیلات عالی خود را در فرانسه تکمیل و تحصیلات نظامی را در کورس عالی افسران به پایان رسانید. مؤسس جمهوری اسلامی افغانستان و اولین رئیس جمهور افغانستان از 1973 تا 1978 بود. او همچنین در بین سالهای 1953 تا 1963 نخستین وزیر افغانستان بود. داود خان در کودتای بدون خونریزی در سال 1973 نظام پادشاهی در افغانستان را که در آن زمان توسط پسر کاکایش یعنی محمد ظاهر شاه اداره میشد سرنگون ساخت و جمهوری افغانستان را شکل داد و خود را به عنوان رئیس جمهور اعلام کرد. داود خان به خاطر سیاست‌های مترقیش، تلاش‌هایش را برای بهبود حقوق زنان و شروع دو طرح نوسازی 5 ساله که نیروی کار را در حدود 50% افزایش داد شناخته می شود. سرود، نشان و بیرق جمهوریت. مؤسس جمهوریت در سال 1973 میلادی بیرق را در مقابل قدر جمهوری به اهتزاز درآوردند و ده ها هزار تن از مردم مقابل آنها برایش کف زدند. رنگ بیرق سیاه، سرخ و سبز بود و در نشان تغییراتی آمده بود. در نشان به جای محراب منبر تصویر یک عقاب جا داده شده بود که با بالهای باز در حال پرواز بود. این واقعا افاده کننده مفهوم بسیار عالی بود، ولی رقیبان خارجی عناصر مذهبی را جستجو نمودند. یک ملا در چهارراه قندهار گفت: ای مسلمانان، ببینید که دولت جدید به جای محراب منبر یک عقاب مردارخور را برگزیده. این گونه تبلیغات زیاد بود، اگرچه شبکه‌های استخباراتی حکومت آنان را تعقیب می‌نمود، ولی با گذشت هر روز افکار عامه در ضدیت قرار می‌گرفت. دولت جمهوری به شاعر مشهور کشور عبدالرؤوف بینوا وظیفه داد تا برای جمهوریت سرود ملی بسازد. سرود ملی به طور دستجمعی اجرا و در موزیک اردو برایش جا داده شده بود. در تمام تشریفات داخلی و خارجی و در وقت رفتن و آمدن رهبر ملی محمد داود خان برای سروده میشد، ولی برخی همسایگان معارضه و منابع داخل بر این سرود ملی نیز انتقاد می‌کنند که از مقدسات اسلامی در آن تذکر به عمل نیامده است. بازم کودتا. با آنکه بسیاری‌ها معتقدند که داود خان با حمایت شوروی پیشین و حزب دموکراتیک خلق افغانستان به قدرت رسید، اما نیرومند شدن روزافزون رهبران حزب دموکراتیک خلق در سالهای آخر حکومت داود خان برای او خوشایند نبود. داود خان در اوایل سال 1357 شماری از رهبران عمده این حزب را زندانی کرد، ولی هواداران حزب دموکراتیک خلق با نفوذ زیادی که در بدن دولت به ویژه ارتش پلیس داشتند دست به کودتا زدند. کودتا علیه داود خان بامداد هفتم ثور به رهبری حزب دموکراتیک خلق آغاز شد و تا پایان روز همه چیز تغییر کرد. داود خان با 18 تن از اعضای خانواده خود در داخل کاخ ریاست جمهوری کشته شدند و قدرت با حمایت شورای سابق به دست حزب دموکراتیک خلق افتاد. هواداران کودتا جسد داود خان را همراه با جسد اعضای خانواده و شماری از محافظین او در گور دستجمعی در میدان تمرینات نظامی در نزدیکی زندان پلچرخی در حاشیه شرقی کابل به خاک سپردند. این روایت است که در اخیراً در پای تحقیقات کمیسیون ویژه کشف و شناسایی جسد داود خان اعلام شد. این کمیسیون که بر دستور احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان تشکیل شده بود اعلام کرد که جسد داود خان و 15 عضو خانواده او را از این گور بیرون آورده و شناسایی کرده است. معلومات مختصر در مورد سردار محمد داود خان. اطلاعات شخصی. زاده سردار محمد داود خان در 8 ژانویه 1909 کابل در افغانستان درگذشت. 28 اپریل 1978 میلادی به سن 68 سالگی ارگ ریاست جمهوری کابل افغانستان. ملیت افغان. حزب سیاسی حزب انقلاب ملی.
همسر شادخت میرمن زینب یعنی زینب خاتون. فرزندان خالد، عمر، ویس، درخانی، زلشت، شینکی و تربیکی. شغل رئیس جمهور و سیاستمدار. مذهب اسلام سنی. دوران کاری نخستین رئیس جمهور افغانستان، مشغول به کار از سال 1352 تا سال 1357 هجری شمسی، پس از پادشاه محمد ظاهر شاه پیش از عبدالقادر نور محمد ترکی. نخست وزیر افغانستان، مشغول به کار 7 سپتامبر 1953 تا 2 مارس 1963 در زمان محمد ظاهر شاه پس از شاه محمود خان پیش از محمد یوسف. وزیر امور خارجه افغانستان، مشغول به کار از 17 ژوئیه 1973 تا 28 اپریل 1978. برای معلومات دیگر چینل ما را سابسکرایب کنید.